ما از روز اول وقتی شنیدیم که وحید هاشمیان قرار سرمربی پرسپولیس بشه و شد، همه ما یه علامت سوال بزرگی بود که چطور قراره پرسپولیس بازی کنه. ببینید شما وقتی یه تیمی مثل پرسپولیس داری که یک دهه یک جور فوتبال بازی کرده، معمولا باید بری دنبال مربی بگردی که به اون ساختار تیمی، به اون فلسفه تیمی، به هر چیزی که حالا بازی سرعتیه، بازی نمیدونم مستقیم، بازی حفظ توپ، به هر چی که اسمش هست باید بر مبنای اون مربی انتخاب کنی. نمیتونی بری یه مربی پیدا کنی بیاری بگی خیلی خوب حالا ما 10 سال 10 سال حفظ توپ بازی کردیم، حالا میخوام بازی مستقیم کنی یا بازی ضد حمله، هر چی که اسمش میگه. کالدرون اینجوری وقتی اومد تیمش خیلی خوب بازی تو ضد حملات واقعا نفسگیر بود، اما غیر از پرسپولیس نه ما بازی زمان برانکو رو میخوام. در واقع ما دیگه گل محمدی اومد همون روند ادامه داد. سال گذشته هم همینطور بود. امسال وحید هاشمیان یک تفکر خود، من هنوز نمیدونم، ولی چیزی که تو این 4-5 تا بازی که دیدم بیشتر از این که به دنبال گل زدن باشه ابتدا، به دنبال این گل نخوره. هیچ ایرادی هم نداره. شما برای اینکه این ساختار رو درست کنی که گل نخوری، 4 تا بازی 2 تا گل خورده دیگه، حالا کاری نداریم. علاوه دفاعی خوب بوده، اما پرسپولیس تماشاگر پرسپولیس توقعشون از تیم این نیست. حتی 3 تا گل زده. کلا 3 تا گل زده. گل سخت زده. طبیعتا گل سخت زده. چرا این گل سخته؟ شما وقتی حالا من کامل نشون میدم، شما وقتی تعداد نفراتون زیاد در حمله نیست نمیتونی گل بزنید. حالا یه بازی اشکالی که هفته پیش میگرفتی ولی ظاهرا هیچ توجهی نکردن. میدونی حالا هفته پیش شما وقتی در مورد فولاد داره بازی می‌کنی، در مورد سپاهان داره بازی می‌کنی، بله فولاد سپاهان میان حمله میکنن، شما با 3-4 هم میریزه در حمله. اما تیم مثل چادر ملو که 10 نفر داره حمله میکنن و شما 4 تا نمیتونی گل بزنی. خیلی خوب ایراد نداره، میگیم میریم ضربات ایستگاهی. آیا بازیکن بلند قامتی در ترکیب 11 نفره تیم پرسپولیس هست که بتونه در ضربات ایستگاهی گل بزنه؟ نیست. ولسیانی هم که رفت همه 1.80 بودن. و این نشون دهنده اینه که وحید هاشمیان خیلی زمان میخواد تا تیم اون چیزی که میخواد پیاده کنه. آیا هوادارا این زمانه بهش میدن؟ آیا مدیریت باشگاه این زمانه بهش میده؟ نمیدونم.